آقای رئیس جمهور فعلی خوش آمدید. با سلام به امام به فنا رفته و مقام عظمای تازه به درک رفته و با آرزوی طول ریش برای آقا مجتبی زهوار در رفته. شما موجی های محترم چرا نامرئی شدید؟ ما یه ولی فقیه نامرئی داریم بسمونه، رخ بدید بابا. آقای دکتر میشه بفرمایید تو این 2 سالی که رئیس جمهور شدید چه دستاوردهایی داشتید؟ 2 سال پیش عظما بود، الان نی. دستاورد از این بیشتر میخوای؟ 2 سال پیش لت و پار بودیم، امسال تونستیم خودمون رو تا سطح آشولاش ارتقا بدیم. 2 سال پیش این موقع ها نگران بودیم ملت بریزن تو خیابون، الان نگرانیمون چند برابر شده. اینا دستاوردهای کمی هن؟ دنبال چی میگردی شما؟ در زمینه اقتصادی منظورم بود. اقتصاد که امام گفتی که مال خره، چرا از من میپرسی؟ من 20 میلیون بشکه نفت داشتم، دادم سپاه بره موشک بزنه، همینو بلد بودم. کس دیگه ای بلد بیاد وسط؟ خاطره ای از مقام عظما ندارید شما؟ چرا؟ خیلی خاطره دارم. یه بار رفتم پیشش گفتم آقا منویاتت چطوره؟ گفت پزشکیان برو مذاکرات کارو تموم کن. همین خاطره عاطفی نداری؟ چرا؟ یه بار رفتم پیشش خیلی با حالت عاطفی گفتم آقا منویاتت چطوره؟ با یه حالت عاطفی خاصی گفت پزشکیان برو به مجتبی بگو زهر رو بخوره، قال قضیه رو بکنه. آقای دکتر شما با وعده وفاق بر سر کار اومدید، سرنوشت وفاق به کجا کشید؟ والا الان منو با برگالی بابالی و محسن اجه با بروبکسی شعام فازمون فاز وفاقه، همه با هم تو کف یه استکار زهریم، اما این مجتبا با علل اصولش نمیذاره که بد مصب وفاق ما رو تبدیل به باقواق کرده. ببخشید شما با آقا مجتبی دیدار دارید؟ والا من پایم اما تونلش رو پیدا نمی کنم. توی تونل قرار گذاشتیم، هرچی سب کردم نیومد جاش، قطار اومد ما هم فلنگو بستیم. اما بذارید اگه این برنامه رو میبینه همینجا بهش پیام بدن آقا مجتبی زهر رو بخور، اینقدر علل اصول بازی در نیار راسما، ملت میریزن تو خیابون بابای جفتمونو در میارن حالا اما گفتم بود. آقای دکتر نمیخواید استعفا بدید؟ چرا بابا، 28 بار میخوام استعفا بدم، به مجتبی هم گفتم. بعد چی گفت؟ خب اگه یه بار دیگه صحبت استعفا کنیم و 28 تای قبلی میشه 29 بار. آقای پزشکیان یه لیوان آب نمیخواید به ما بدید؟ آب میخواید چی کار آدم ناتراز؟ مگه ما بچه بودیم آب بود؟ تشنگیتون رو مدیریت کنید بابا، تاباوریتون رو ببرید بالا. جناب رئیس جمهور ما رو خر گیر آوردید شما؟ بابا ما هممون خر این نظامیم، بلند شیم بریم هر کدوم 2 تا لام خاموش کنیم، از این مصاحبه های کشکی خیلی بهتره. بفرما. بعد یه حرف گوش نمیدین همین میشه دیگه.